اگر تو برادری تو نسبت به خواهر و برادر مسلمان ثابت نکردید، تو به قرآن عمل نکردید، حتی اگر نماز خونده باشید. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، آیا بعضی از آیات خداوند رو قبول دارید بعضی رو قبول ندارید؟ دیگه ما یهودیم، وقتی قبول داریم باید همه رو قبول داشته باشیم. اگر خدا رو قبول داریم برای کل زندگیمون، نه برای بعضی قسمت ها، همه جا رو قبول داشته باشیم. تو همه برنامه هامونو مدیریت بدیم به خداوند که خدایا توکل ما به شماست، مبدأ و مقصد ما با شماست و برای شماست، سرآغاز هر کاری در زندگی ما با شماست و فرجام هر کاری هم صرفاً برای رضای شماست. پس شکر واقعی این که هر نعمتی رو در جهت خلقت هدف اون نعمت به کار بگیریم. چشم برای چی خلق شده؟ گوش برای چی خلق شده؟ زبان برای چی خلق شده؟ دست برای چی خلق شده؟ پا برای چی خلق شده؟ تا برسیم این پدیده هایی که همشون نعمته، همشون تولیدات فکری انسانه. این هم یک نعمته، ساعت یک نعمته. این برای مردم آزاری نیست، برای نابود کردن خانواده ها نیست. این میکروفون، همه چیز. اگر اینطور بشه که هر نعمتی چه مادی و چه معنوی در جهت اهداف خلقتش به کار گرفته بشه با نیت‌های خوب و مقاصد و اهداف خوب و انسان دوستانه، نگاه کن چی میشه. سومین برادر و خواهر ما که واجب الاحترام هست، برادر و خواهر هم نوعمون، حتی اگر هم کیشمون هم نباشه. یعنی من و تو نسبت به همه برادرها و خواهرای انسانمون، چه کاتولیکش، چه پروتستش، چه بوداییش، چه یهودش، اونا هم برادرای خواهران ما هستن، هم نوع ما هستن. وظیفه داریم براشون خدمت بکنیم، براشون دعای هدایت بکنیم، براشون عاقبت به خیری و فرجام نیک و دعا بکنیم. خدای عاقبت به خیرشون بکن. چه بسا دانشمندایی در اونها هستن، انسانهای خدومی برای جامعه در اونها هستن. نفرین رو بذاریم کنار. حتی اگر آلوده شدیم، اسلام میگه شخصیت تو ملک تو نیست که هر وقت خواستی اونو نفرین بکنید. در اسلام کسی حق نداره به خودش توهین بکنه بگه من ملعون شدم، و در اسلام کسی حق نداره به انسان مشخصی به عینش، چه کافری، چه ظالمی، چه فاسدی، چه مفسدی، بگه این ملعونه. این آقا و این خانم اسم ببره به خاطر چه؟ فسادش، به خاطر ظلمش، به خاطر خودخواهیش، بگه من ملعون، از رحمت خدا بدوره. این اجازه رو خداوند داده که بگیم لعنت الله علی الظالمین، علی الکافرین، علی المفسدین. اما شخصی به عینش نه، یعنی از رحمت خدا به دور باد فلانی. نه، شاید فردا تو رفتی جای اون آمد جای تو. خصوصا امروز که شما با اینترنت سر و کار دارید، میرید تو شبکه‌های جهانی و ارتباطات و آسان بودن کسب اطلاعات در همه زمینه‌ها، در هر گوشه از دنیا، با یک دکمه شاید در ظرف چند ثانیه تحول انسان‌ها. چند شب پیش شبکه الجزیره قطر، شبکه خیلی قدری است، مصاحبه‌ای داشت. اون یک برنامه داره، الشریعة و الحیاة، شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام و متفکرین رو دعوت میکنه و دعوتگران. دعوتگر به نام اروپا، غرب،
یوسف استیس دعوت کرده بود. نمیدونم اسمش شنیدید؟ یوسف استیس. ایشون یک کشیش بودن، یک کشیش متعصب. وقتی داستان اسلامشو با اون مجری خوب شبکه الجزیره که به وحی آمده بود میگو داستان اسلامتو بگو. مشهورترین دعوتگره و روزانه صدها نفر توسطش مسلمان میشن و هدایت میشن. یک کشیش بوده متعصب، خودش و دوستش یک کشیش دیگه. میگو داستان اسلام من از این قراره که یک تاجر موفق مصری در آمریکا بود، یک تاجر مسلمان مصری و موفق در آمریکا بود، خیلی متنفذ بود. میگه ما 2 نفری 2 تا کشیش بودیم با دوستمون که اونم کشیش بود، نقشه کشیدیم که اینو شکار بکنیم و مسیحیش بکنیم، با برنامه، با هدف. ولی میگه نتیجه مقدوس شد. ما 2 تا کشیش با برنامه میخواستیم این تاجر، نه یک متفکر دینی، یک تاجر، به جایی که ما در اون تأثیر بگذاریم و کارساز باشیم، میگه آنچنان شخصیتی داشت که ما رو مبهوت کرد. نگاهاش، استقرار و آرامشش، انسان ساده اما مهیب با هیبت، چون رابطش با خدا خیلی تقویت کرده بود. از نظر تقوا خود یوسف استیس میگه که من به تقوای این مرد در آخر زمان ندیدم، اونم یک تاجر، نه یک عالم و طلبه، یک تاجر تو غرب که باید به هر طرف کشانده بشه. تجارت جهانی دست یهوده. تو کشورهای اسلامی هم امروزه چه؟ روز جمعه تعطیل نیست، به خاطر که اونجا یک شنبه تعطیله. نهایتا خودشون رو وفق دادن اگر روز جمعه تعطیل بکنن چه؟ مدرنیته است دیگه، جهانی شدن یعنی این. وقتی تو استقلال ندارید، اقتدار ندارید، نه اینکه نداریم، داریم، اما در عین دارایی نداریم. این خیلی بده، خیلی بده که ما در حین دارایی ندار باشیم. چی کم داریم؟ این همین نیرو نشسته. بچه ها وقتی که اسم دانشجوهای بستک خونده شد خیلی تشویق جانانه کردن. همه تون قابلید، هیچ فرقی بین بستک و جاس نیست. ولی اینو بهتون بگم که تا 10 سال ما یک معلم زن در 168 روستا و 90 روستای سیریک نداشتیم. یک معلم زن، اونم یک خانم بنار بود که عوضی بود. نود روستای شهرستان سیریک و 168 روستای شهرستان جاسک. ولی سال گذشته فقط 100 نفر استخدام عضوپرور شدن که اکثرا چه خواهر بودن. جایی که از همه طرف تشویق به علم میشه. یه زمانی اگه اشتباه نکنم آقای سیاری بود میگفت بستک، شهرستان بستک پیشانی فرهنگی استانه. قبوله.
اما اونجا خیر آمده از مهد کودک تا دانشگاه درست کرده با تجهیزات کامل. تو مدرسه کفری درس نخوندن. این که کفر هم پلاستیک هم روش کشیده نباشه، سقفش سوراخ باشه، طوفان‌های شن روان ندیدن. ما یک کارگاهی 15 روزه اونجا برگزار شد. 6200 دانش آموز 10 سال پیش در 168 روستا ترک تحصیل کرده. تو شهرستان سیریک هم چه 1600 دانش آموز ترک تحصیل کرده. این کارگاه 15 روزه با همکاری آموزش پرورش سیریک کجاست؟ 33 تا علت برای ترک تحصیلی چه؟ 33 تا علت که هر کدومش جهنمی تر بود و تکان دهنده تر بود. اگر بگم که امروز 1200 نفر کادر آموزشی و مدیران و کارمندان اداره آموزش پرورش شهرستان جاست، 700 نفرش از بچه‌های بومی اونجان، این قابل تقدیر و تشویق نیست؟ هیچ کس اونجا کسی رو تشویق نمی‌کنه. یونیسیف آمدن از کانال آموزش پرورش فرستادن تو شهرستان جاست یه تحقیقی بکنن روی این دانش آموزا. بعد به این نتیجه رسیدن، تست هوشی دادن، دیدن که با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزای خطه جنوب بلوچستان ایرانن، از کنارک و چابهار تا جاست. ولی طوری والدینشون رو تزریق کردن و تفهیم کردن که اگر بچه 2 تا بچه داری، یکی فرستادی مدرسه دولتی، دومی نباید بفرستی. این در رابطه با پسر میگم چون که اون یکی که دادی مدرسه دولتی از دستت رفت دیگه، ملک تو نیست. این میگه این یکی مال خودمه، نمیفرستمش مدرسه که مال خودم باشه. دختر که اصلا به سن راهنمایی نمیرسیده. ما اینا همه آمار و ارقام داریم. 20 سال من تو منطقه جاز کردم. امسال ما 60 تا فوق لیسانس و دکترا، آماری که به من دادن تعدادشون 60 تا فوق لیسانس و دکترا داریم کلا که الان، و نزدیک به 1000 خورده دانشجو تو رشته‌های مختلف. همچنین شهرستان سیری هیچ انگیزی برای درس خواندن نیست اونجا. این عزیزانی که آمدن اینجا یه جایی از همه طرف داره تشویق میشه، خیر داره هزینه میکنه، مدارس لوکس، تجهیزات اوکیه، آزمایشگاه. من یه سفری آمدم در اثناء برگزاری آزمون سراسری تو شهرستان جاز، تو شهرستان بستک کاری داشتم. رفتم در مسجد جامع، روز جمعه بود، مسجد جامع پر بود. آزمون تو مدرسه دینی، مجتمع دینی، تو مسجد جامع بستک. سوال کردن چند نفرن که شرکت کردن، گفتن 2000 نفر. 2000 نفر شرکت کردن. وقتی که آقای فرشیدی رئیس آموزش پرورش شهرستان سیریک شد، آقای فلاح هم جاس بود. یه شب ما از جاس می آمدیم سیریک. آقای فرشیدی گفت شیخ با ما همکاری بکنید. گفتم تو دست بده که امسال 20 دانشجو به ما بدید. گفت شیخ دست میدم. فقط 20 تا توی شهرستان 90 روستایی. گفتم اگر تو 20 دانشجو دادی هر چی میخوای من انجام میدم. پایان سال تحصیلی 50 نفر اون سال قبولی داد. تو شهر رودر 101 نفر تو یک شهر، تو 90 تا روستا و یک شهرستان 50 نفر.
20 تاشون فوق لیسانس بودن از اون 101 نفر روی در. ولی امروز میبینید پزشکای یه جاست که اینجا نیستن. شصت تا فوق لیسانس و دکترا الان تو جاست. به نظر شما لازم هست که یک تشویق جانانه شهرستان سیریک و جاست بکنیم که نگیم اونها حالا یک تشویق جانانه همه خودتون. من همینو میخوام که جاسکی را از خودت بدونید، خودتو جاسکی بدونید، اونو بستکی بدونید. بنی آدم اعضای یکدیگرن. این همون 3 تا برادر و خواهره. یوسف استیس. برید تو شبکه ها ببینید.